چی شده یه اوی اومدی اینجا؟ احمد نیست گفت سر جلسه بده. کثافت، آشغال، بی همه چیز. چی شده بابا؟ یعنی تو نمیدونی خودتو زدی به خریت؟ حیف اون آدمی که تا این وقت شب داره کار میکنه برای تو انگل. حیف، واقعا حیف احمد خانواده‌اش. من نمیدونم این چه نونی. خدایا چه اشتباهی کردم، چه خطایی کردم که تاوانشو به دست این دختر باید بدم. بابا چی شده؟ چرا اینجوری میکنی؟ واسط خوب نیست. خفه شو دختر هرجایی. نمیخواد به فکر من باشی. تو آبروی منو بردی. خدایا این چه قسمتی بود، چه اولادی بود نصیب من شد. بابا بگو چی شده؟ به من نگو بابا جون، به من نگو بابا جون. ای خدا چیکار کنم؟ چطوری کمرمو صاف کنم؟ چطوری در دهن مردم رو ببندم؟ چطوری بهشون بگم پالون دخترم کجه؟ بابا به خدا داری اشتباه فکر میکنی، اصلا اینجوری نیست.